چه کار کنیم که اهل بیت فرمودن اگر این ذکر رو بگید، این دعا رو بخوانید، این کار رو کنید، جز یاران امام مهدیان. عمل به دستورات اهل بیت به عنوان مذهب شیعه یا اسلام، ما باید این رو عمل کنیم. و میدانید دیگه اگر شیطان بیاد و نفوذ کنه در متون، شیطان تا نفوذ نکنه راه وسوسه پیدا نمیکنه. ببینید ما چطوری گناه میکنیم، شیطان که گناه نمیکنه که روی ما. چه داستان اینه، شیطان باید راه نفوذ پیدا کنه، راه نفوذ پیدا میکنه، بعد میاد وسوسه میکنه ما رو. یعنی لذت رباخواری تو ذهنمون، ربا میاد، کار شیطانه، بهش فکر میکنیم و لذیذش میکنه برای ما، اما اختیار با خودته، کار شیطان اینه. تو باید کاری کنی که شیطان راه نفوذ پیدا نکنه. آقا هم چیز در ربا داریم؟ بله داریم، حرفای من نیست، حرفی که این حرف کلام اهل بیته. از من اینه اگر شیطان رو از زندگی هامون دور کنیم، قطعا نتیجه چی میشه؟ اینی که ما زیاد که نمازتون سسته یا نماز نمیخونید، واقعا یه خورده تجدید نظر کنید. خطرناک داستان، نماز بسیار سنگینه. امام صادق فرمود رسول الله صلی الله علیه